سلام دوستان، اسارس هستم. این یه ویدیو آموزشی برای آشنایی با نکات کاربردی گوشی اندروید که شاید خیلی از شما از اونها خبر نداشته باشین. یکی از اونها حالت چرخش منوی گوشی به صورت افقیه که شاید خیلی از شما این حالت رو توی تبلت‌ها دیده باشین، اما این حالت فقط مخصوص تبلت‌ها نیست و شما میتونید در گوشی‌های اندروید خودتون هم از این حالت استفاده کنید. ابتدا وارد تنظیمات و گزینه صفحه نمایش بشید. بعد روی گزینه صفحه اصلی کلیک کنید. بعد از باز شدن گزینه صفحه اصلی چندین گزینه برای ما نمایش داده میشه، از تغییر ابعاد و اندازه برنامه‌ها در صفحه اصلی گرفته تا گزینه محو کردن برنامه‌ها. حالا گزینه چرخش افقی رو لمس و اون رو فعال می‌کنیم. توجه داشته باشین که این گزینه با گزینه موجود در نوار بالایی گوشی کاملا فرق می‌کنه. گزینه موجود در نوار بالایی فعال شدن چرخش افقی درون برنامه است، اما این گزینه چرخش افقی صفحه اصلی. یکی دیگه از اون نکاتی که تو این ایام کرونایی مخصوصا امتحانا خیلی کاربرد داره گزینه فعال بودن چندین صفحه به صورت همزمانه که ما این امکان رو میده که با چند صفحه به صورت همزمان از برنامه‌ها استفاده کنید. شاید برای شما پیش اومده باشه که معلم شما برای شما یه جزوه امتحانی بدون جواب فرستاده و جوابا رو به صورت جداگانه در ویدیو قرار بده. شما یا باید جوابا رو بنویسید و بعد از اون استفاده کنید، یا باید وارد سوالات بشین و از اونها خارج دوباره بشین. با انجام این کار دیگه احتیاجی به انجام این همه کار نیست. فقط کافیه بستن صفحات رو لمس و سپس روی شکل برنامه کلیک کنید و گزینه باز شدن در صفحه اصلی رو انتخاب کنید. بعد از انجام این کار یه صفحه شناور روی صفحه اصلی برای شما نمایش داده میشه که قابلیت جابجایی تنظیم اندازه رو داره. حالا میتونید وارد نمونه سوالا بشین و با خیال راحت به صورت همزمان هم سوال و هم جواب در کنار هم داشته باشید. یکی از این ویدیوها تماشای ویدیو در هنگام چاپ کردن و خیلی از مزایای دیگه که در ویدیوهای بعد به شما از این آموزش میدیم. امیدواریم از این ویدیو نهایت استفاده رو ببرید.